درود بر تماشابینان برنامه ما در شبکه یوتیوب. پس از منع کردن یعنی پوشیدن حجاب و سطر در جمهوری نیدرلند، هدف اساسی یعنی هدفهایی که پیاده می ساختند آنها آشکار شد. یعنی آنهایی که بیرون از وطن با ما سنگ می زدند، یعنی اعضایان حزب نصر، تشکیلات اکستریمیستی تروریستی و آنهایی که پناهگاه سیاسی گرفتند از این دولت‌هایی که آنها بیزار مسلمان ها هستند. جمهوری نیدرلند که یکی از دولت‌های اتحادیه اروپا است، امروز یعنی شروع از 1 آگوست سال جاری پوشیدن لباس‌های اسلامی یعنی حجاب، سطر و نقاب را در جاهای جمعیتی منع کرد. آنهایی که یعنی ضدیتشان می‌تواند بسته به حجم 150 گرم جریمه کرده می‌شوند. یعنی چرا امروز نسطی‌ها این را دیده واکنش نشان نمی‌دهند و تنها ارجاعی می‌کنند از کشور ما، حالا که در ما یگان قانون منع کرده نشده است وابسته به اعتقاد دینی و یا پوشیدن لباس‌های دینی اسلامی باشد. از این معلوم می‌شود که آنها منفعت‌هایی که دارند، یعنی منفعت اساسی آنها یعنی منفعت اقتصادی میباشد. آنها چگونه یعنی در این دولت‌ها زندگی میکنند و یعنی به آنها مبلغ‌های مخصوص شده می‌شود از حکومت‌های این کشور. آنها نمی‌توانند یعنی چیزی گویند، یعنی منفعت دینی پایان‌تر از منفعت اقتصادی می‌استد. اگر این طور می‌شد چرا آنها به دولت‌های اسلامی نمی‌رند؟ جمهوری افغانستان یا عربستان سعودی و یا دیگر دولت‌هایی که رسما دولت اسلامی هستند آنجا رفت و پناه نگرفتند، زیرا آنها نمی‌خواهند که اسلام را آنها یعنی آنها مقصد اساسی یعنی گرفتن مبلغ است. مبلغ‌های این چیزی است که به عوض آنها وطن را سنگ می‌زنند، یعنی دروغ‌های نشر می‌کنند، سامان‌های خود را برقرار می‌کنند با مبلغ‌هایی که این دولت‌ها جدا کردند. آنها را نوار ویدیوهای پخش می‌کنند که آنها از حقیقت دور هستند. این سبب اصلی آن یعنی این چی شده می‌تواند آنها می‌خواهند که دولت ما را یعنی در نزد جامعه جهانی یعنی بدنام کنند. حالا که تاجیکستان یکی از دولت‌های تشبث‌کار، یکی از دولت‌های یعنی عضو جامعه بین‌المللی میباشد، عضو یک قطار سازمان‌هایی میباشد که اون سازمان‌های اسلامی میباشند و پرزیدنت کشور است. پرزیدنت کشور سرکرده سرتاسر اهالی یعنی پیرو دین اسلام هستند. 99% اهالی ما یعنی پیرو دین اسلام هستند. هر کس میخواهد چگونه که یعنی دین را میپرستد پرستش میکنند. یعنی با ما مسئله دوی در کار نیست، با ما قانون است، ما از روی قانون عمل میکنیم. یعنی این کارها را بس کنند و در نزد جامعه تاجیکستان یعنی جامعه که اهالی تاجیکستان زندگی میکنند یعنی عذرخواهی کنند، زیرا آنها